کس از امنیت زنگم زد گفت اگر که امیورا گفت مقصد همین خیلی پردلجت کردم بگیریم مقصد میبره محکمت میکنیم میترد میکنیم و ترد میکنیم همین خیلی گپو ده وقتی که مثلا از امنیت که باشه سبحان الله ما حیران تو میشم چه خیلی مرد بچه‌ای که از پشت دم ماشینی میخزه یک شرمرد یک بار میریم همین اومدی مرد بچه برا اومدی پروستا مرد بچه برا پریداتل نرا خیانتکار نرا وطن فروش نشه من نمیدون پدر مادر زن فرزند خواهر فروش نشه پروستا مرد بچه برادراتون خیانت نکنین الله شاهده گشنه بمبار پروستا در برادرت خیانت نکن رفیق میگوی که در رفیقت خیانت نکن سبحان الله این چی نامرده شده سلام علیکم برادرای عزیز امیدوارم که خوب هستین ساق سلامت هستین برادرای عزیز ماه شریف رمضان خود همه تا تبریک میکنیم از خواهر تا مادرت از دادر تا اکد انا خدای مهربان هر جایی که باشین سربلند و خانه آباد باشین خداوند چی مراد و مقصدی نیکی داریم به مراد و مقصد تون برسونتون برادر عزیز یک مسئله دا خواستیم صحبت کنیم باور که دیگه نمیدونیم حالا صبر مامتا دیگه نمیدونیم چیکار کنیم خواهش میکنیم از شما برادر جانو یک کامنتاری های خوب بنویسونین کامنتاری های خوب بنویسونین برای دو بدبخت خدازاده بیناموس ما در این ماه شریف رمضان نخواستیم یگان گپ گم خواستیم قرار بشینیم همین نگم شون یگان گپ ده مقصد نسکول که توقعت کردستم نشیده سه برادر جانو انا خوب گوش کنین ده برادر جانو ده حاجی بدبختی بیناموس و یک کسی دیگه از امنیت اگرژتم کرد برادر جانم بعضیت می نویسونین که ترا الله زدایت حرام خیره پای با طهرتم دهانی با روزای ما اگر ما حق یک کسا بخرم الله رب العزت نماز روزای ما را قبول نکنه خداوند در لعنت خودش ما را گرفتار کنه برای آدم میفهمیدگی همین قدر سخنای ما بس است برای آدم نمیفهمیدگیش اگر که سبحان الله نمیدونم چی کاری که کنی دیگه باورت نمیکنه خب برادر عزیز نگاه کنین همین دو حاجی از حصار میشوند مرا زنگم زبدان رسیده ما قرض یک برادر گرفتم دادمشون اینا طولی چند قمه شوه مرا همین فند فریب کرده اینا یک ساعت پس 2 ساعت پس این بیناموسا را دیگه من نمیدونم چی بگم ما به خاطر ماه شریف رمضان صورتاشون نمونده استم صورتای پدرشون زناشون فرزنداشون همش ما با یک خیش خودشون روی کردگی همش در ما هسته از حصارن همه امیورا در ما روی کردگیان ما ایرا امانت وقتی که ما امانت یک کسی که گفتم ما امانت در خیانت نمیکنم ما خیانتکار نیستم اون شخصیت قطعا الحمدلله سویاز ده همه طرفه نگاه کننده شیر بچو ما دیگه ما نمیدونم یورا ما چی بگم چی شو نگم امروز پگاه روز دیگه نمیخیل آخران سراغ شو نمید ده همین مرد بود یک کس از امنیت زنگم زد گفت اگر که امیورا گفت مقصد همین خیلی پردلجت کردم بگیریم ما چهار دمی پرتو برای محکمت میکنیم میترد میکنیم و ترد میکنیم همین خیلی گپو ده وقتی که ما ضبطش کرده سبده مرا دیده گرفت آدم امنیتی ما فکر میکنم از ضبط نمیگریزه وقتی که گپ کی زدی کانکریت نه بعدا اگر تو از امنیت کی باشی سبحان الله ما حیران تو میشم چه خیلی مرد بچه‌ای که از پشت دم ماشینی میخزه یک شرمردی وطن یک وطن دوستدار یک مردکی که در وطن خدمت میکنه در مهاجر در لبوج الحمدلله کوشش میکنه که خدمتم برسه تو چه خیلی جوان مرده که از پشت دم ماشینی میخزه یک برادر تا همین خیلی میکنه خب نسکول که نمیدونم برادرای عزیز رو در امنیت کار میکنه نمیکنه ما نمیدونم اینکه اگر سوء استفاده که برده باشه استفاده از امنیت برده باشه خواست مرا ترس بده من نمیترسم ترس ما الله هست ما یک بار اومدیم یک بار میریم همین اومدی مرد بچه برا اومدی پروستا مرد بچه برا پریداتل نرا خیانتکار نرا وطن فروش نشه من نمیدونم پدر مادر زن فرزند خواهر فروش نشه پروستا مرد بچه بمبر برا من همون مرد بچه هایم بعضا وقت عصبام خراب شده اگه برادرم همه میگم به کفم گپ زنم نو اینم خیلی مرد بچه ده ما حیران میشم ده اینم خیلی ده مراجعت ما به شما های 3 نفر 2 حاجی حرامخور یک تدگست نه برادرش
دهم گفتی زنگت میزنم در نمیکیجو کماندیروش رویم کردن دایجا کردگیان جواب نمیتین منم خگاپت میگم دا برادر پروردگار مرا صف به شما محتاج نکنه خیلی که حاجی میگه و دم در کره کارت میویا پروردگار مرا صف به تو محتاج نکنه همین الله مهربان به تو محتاجم کرد الله مهربان خدا جان ما بگیره ما در کار نیستی خیلی شخصیت ما در مرد بچه در کره مرد بچه الحمدلله ما دور هر یک برادرای هستن هر یک برادرای هستن الحمدلله پرن امنیت در امنیت پدر مادر ما در وطن زن و فرزندای ما در وطن الحمدلله اولش الله دیمش همون نگاهشون دارن انا امنیتی که در وطن است انا و نگاهشون دارن یک ما اینوش دا نمیدونم خیلیوش دا که نمیدونم موجود استفاده برده باشه یکی میگم که برادر عزیز اگر کاری مرا بود نکنی من یگم ما دارم ما پریشنوسو دارم یگم چه پدکلوچت نکردم یگم چیز نکردم مرد بچه وری میخوام که مرد بچه وری پرابلم خودم حل کنم اینا میگم تو که اگر که نبرورن پدر مادر او همه چیزای اومد اومگی ویدیو تر ما ضبط کردگیم همش در ما هستای انا جورا میگم که میبرورم تو بعد میبینم بعد خلق لیتساتون هم میبینن میشناسن مادرها و خواهرای عزیز نگاه کنین عین حال ما قرار داریم در هجومه شفا فرما چخیلی که دیده استین این بانکوها برای خون گرفتن است اگر که داشته باشین در خونهاتون یا که یگان جای داشته باشین که بگیرین بخرین که اگر که نخواهین خریدن میایین در همینجا خدشان میفروشش مقصد میخرین فیتابوچکا دوش مساج به پول تو ایدی رمضان هم میتونین که شما هنی بیاین قطعی دگانو تبگی بیو 100% بیو شما کیین در حیات چیین در حیات برای هم قدر اینا میگم تون که با خاطر الله با خاطر ماه شریف رمضان میگم تو که ما صورتاتون نمیمونم یگم چیزتون نمیمونم پروستا بار بگردونن همون سما من خرج به مردا که برام محکم کنم ما همین کارم چند بار شتا خوردم سبحان الله خیر ما رو کجدم میکنن برادرای مهربان اینا ما رو کجدم میکنن خچونا باور کنین یک نمود زورت میکنن یک نمود ولی نو بدبختش باسن تا زوری میکنه بخدا باسن تا زوری میکنن باور کنین دا برادر این خیلی نومردیشون این خیلی باسن تا با زوری میکنن یکی نومردو ما میگم تو که شما اگر سگرای کمبغل میبودین من میگم تو سگرای کمبغل این شما خیلی هیچ گپ نداره درجه گفتم تو که 50% شبتین بعد 50% دیگه شبت میتین خیلی با همیش دانی ندوده استین یکی نه میگم تو که اگر زن فرزند پدر مادر نگر از همو مبلغی که شما گرفتگین اگر پس باشد خیلی میبیننشون مردم میبیننشون این دو حاجی برادرها نمیدونم در ویدیو گفتم نگفتم از حصار هستن از حصار هستن من هر یک برادری دارم شیرمردای دارم یک شیرمردای هستن از حصار الله شاهده بهترین برادران بهترین برادرای محترم با اکی سخت هنر است که مقصد ما حصار گفته گپ زیستم قسم به نام الله در دلم یگم نیتی بد ندارم پروسه همین را بشناسین ده بعضن این میگم از حصار من نمیدونم تمام برادرها را میگم از حصار یا میگه که نمیشناسیم ما که میگه نمیدونیم کیه ما چندین برادرها از حصار قطیم بدن اومدن همی تو میتونم خیلی میگم از حصارم نه که نمیدونم موجود باشم برادرایی که بشناسنشون خواهش میکنم از شما برادر عزیز ما اگر با اون شرطی که نبروردن اینا میگم تون که من نوارای ما را پاگیزا میبرورم میشون میتونم همین بدبختا را ببینید که اینا چی کار میکنن سبحان الله خیلی در ماه شریف رمضان تو حاجی هستی ای حاجی نامحترم ای حاجی حرام خور ای حاجی زینوکور ای حاجی عرق نوش خیالتون که این نواراتون است در ما همش ما دا اومدگی همش اومدگی از خدا کجا ترسیت بسوی پروردگار که تو من میگوی ما دهانی باروزایم تو میگوی ما دهانی باروزایم نه که عرق خورده عرق زده پولی مردم قطعی میخری میگردی موجود با یک چند برادر دیگر را فن کرده باشی فن کرده اوجه برو مدن همش گفته استم که همش برو مدن فن کرده بسیار مردم فن کرده برای اون برادر عزیز خواهش میکنم بنویسونین منینیاتون بنویسونین این بدبختا هم را میبینن هم کامنتاتور را میخونن الله صبرم بتن در حقم دعا کنیم برادر عزیز یک بار دیگه میگم تو الله شاهده حق هیچ کس نخوردم اینا یک سنجش از جانب پروردگار بسوی من هیچ گپ نداره
هیچ گپ ندارم ما صبر میکنیم با صبریم الله مهربان ما را صبر بده خداوند همه تا نگهبان باشه برادری کردین در برادراتون خیانت نکنین الله شاهده ای گشنه بمبار پروسا در برادرت خیانت نکن رفیق میگوی که در رفیقت خیانت نکن سبحان الله ای چی نامرده شده بعضا نمی رفیقای نامردم دارم برادر سبحان الله بعدا درکشونم میام که مقصد همی گپ چپ لیشنی گپ زیوتی گپ میزاب دستن همی همشو فهمیدیم ده سبحان الله الله هدایتون کنه باور کنین خیال نکنین که در کجایی که گپ زنین گپتون میویا با ما در کجایی که برین گپ زنین گپ چپتون میویا از الله شرم کنین از الله بترسین دوستی کردن برادری کردن به خاطر الله کنین به خاطر پول مال به خاطر نفس حرام تو نکنین که الله شاهد در نزد الله جواب میگین الله شاهد در نزد الله جواب میگین و بعدا دعا میکنین که پروردگار مردم فلسطین خداوند مهربان صبر بده این گذشتگان را خدای مهربان طریق رحمت پروردگار در این ماه شریف رمضان جنت الفردوس را نصیب شما گرداند دعا کنین در حق برادرها در حق مادرها در حق برادرایی که چقدر الله شاهده نگهشون میکنید در گردنش خوبچای ارده میخیل گریسته رفته شکرانه این نعمت کنین شکرانه این بزرگی کنین شکرانه اول شکرانه الله کنین و شکرانه سلام علیکم نغزه اکا خوبه الحمدلله رحمت الحمدلله شما خوبه انشالله زنده باشه اکا الله برکت ده زنده باشه تقا جان سلامت باشه گپ نیست بچه های نورک زنده باشی گپ نیست سلامت باش تقا جان زنده باشه شید گپ نیست همینجا دهیم انشالله شید تقا ایسا من الله برکتش ده سینساش کلام ده مقصد که اول شکرانه پروردگار کنیم برادر عزیز و شکرانه کنیم که سبحان الله به جای لیتسیمیریش برادرها وطن آباد پدر مادر در وطن تنج سبحان الله این مردم بین این قدر مردستن این مردم بین این قدر کشتستن سبحان الله تماشاشون میکنی که گریاد میگیره برای هم برادرها شکرانه این نعمت الله کنین من خاطر میگم شکرانه این نعمت الله کنین که وطن تنجی و امانی ای در میجا باشی و در وطن جنگ پریستاید که بیش فکر کرنگی هم بوری ها مادر تا بکشن بدروی زن فرزند تا کرچب زنن بکشن استغفرالله دعا کنیم برادر رو دعا کنین اینا را شخصایی میفهمن که الله شاهده دیدن این پسی و بلندی را دیدن ما ندیدیم ما پروست شنویدیم ما بابام اشتراکچی جنگی بزرگی وطنی به دست شب ریدگی بدن دست شب برای اون برادر عزیز ما چیزا را ما بسیار انترساوت میپرسیدیم نقل میکردن برای اون احتیاط کنیم برادر جان خداوند نگهبان تو باشه گپ زیاد نمیکنیم بنویسونین کامنتاراتون که الله مهربان امید بدبخت خداوند هدایت کنه ما دیگه نمیدونم چی شو میگم خدا نگهبان در مغازین ما هم نموده تلفن‌های نو هستای سامسونگ ردمی ریالمی تکنو اینفینیکس همه مدلایی که نو برآمده دستافکا با همه شهرهای توجیکستان و روسیه راسته میتونید که بمالول زکات کردن تو ممکن اگر که خطونیت اومدن داشته باشه مغازین ما در شهر مسکو مترو بوترسکا 4 وقت ختم برین торговый центр زیلونی بمال میبینید مغازین ما مغازین همه روز از ساعت 10 تا ساعت 10 بگیره کشودای و برای مراجعه رقمو در روی اکران همین رقمو رو مراجعه کنین حتما اپراتور آدرس رو میپرتونتون و نرخ نوای تلفن رو شما دا فهمیدن بگذارید میتونید که بمال زکات کردن گیرین